یک قسمی بزرگی آشانه دومی بازار پنجشنبه سالهای زیاد مکانی خالی و بیکار خوابیده بود. صاحبکار وطنی الیشیر ستاروف تصمیم گرفته است که این بینای بزرگ را در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای خدمت رسانی به ساکنان و مهمانان شهر خوجند استفاده نماید. در اینجا مغازه لباسهای مردانه اصل افتتاح شد. مقصد گشاده شوی مغازه را این صاحبکار وطنی چنین ابراز می نماید. مقصد و هدف اساسی ما این بلند برداشتنی صفت خدمت رسانی به مزاجان در مغازه از لباس های گوناگون مردانه با رزمیرهای گوناگون موجود می باشد. ساکنان و مهمانان می توانند از مغازه ما آمده به خود با نرخ مناسب و نرخ دسترس لباس های زیبای شنم را خریداری نمایند. مساحت این فروشگاه زیاده از 650 متر کوادراتی را تشکیل می نماید که در اینجا در یک وقت لباس های 4 موسم را خریداری نمودن ممکن است. انتخاب لباس اینجا زیاد و گوناگون بوده، از هر یک لباس زیاده از 250 نمود به فروش گذاشته شده است. اینچنین در این مغازه همه نمودی لباس های مردانه از تهپوش تا سرپوش و پایافزا موجود است. نسبتی دیگر مغازه اینجا من آموخته برآمدم انتخاب زیاد است. خوب انتخاب زیاد است. خود دیگر اون نرخی که در همجا پیشنهاد کردند برای صنف میانه جمعیتی مطابق است. یعنی اون گران هم نیست، دندان شکن هم نیست و مثلا ارزان هم نیست. بیشتری لباس‌های مغازه اصل از دولت ترکیه وارد کرده شده است که محصولات یکچند برندهای مشهور دنیا را در بر می‌گیرد. به اطلاع صاحبکار الیشیر ستاروف، حالا با شرکت‌های وطنی گفتگو رفته ایستاده است و روزهای نزدیک مال‌های استحصال وطنی را نیز از اینجا خریداری نمودن ممکن است. گزارش شهناز عادل و سلیم جان سیدوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.